5 کشوری که تسخیرناپذیر هستند و هیچ قدرتی توانایی تصرف اونها رو نداره. میخوای بدونی کدوم کشوری که 1 میلیارد جنگجو داره؟ یا کدوم کشوری که تعداد اسلحه در اون بیشتر از تعداد جمعیتشه؟ پس با من تا آخر ویدیو همراه باش. وقتی صحبت از دفاع باشه، بعضی از کشورها شکست ناپذیرند. مانند شماره 1 کشور روسیه. روسیه قدرت خود را به صورت منطقه افزایش می‌دهد. اگر این کشور مورد تجاوز قرار بگیرد، مجبور نیست تا راه حلی را در دست بگیرد. مقاومت افسانه روس‌ها حتی در وسط زمستان طاقت فرسا هم می‌تواند شکوفا شود. همانطور که هر دانشجوی تاریخ آن را می‌داند، اشغال روسیه کار بسیار دشواری است. روسیه بزرگترین کشور از نظر وسعت است که در آن 11 منطقه زمانی وجود دارد. در این کشور هر نوع آب و هوایی یافت می شود. اگر از این مشکل هم بگذرید، احتمالاً مجبورید تا با تک تک کشورهای عضو شوروی سابق که در اطراف مرزهای روسیه قرار دارند بجنگید. آنها هنوز هم به روسیه وفادارند و برای دوستان روس خود می جنگند. عشایر و مردمان صحرانشین روسیه را فراموش نکنید. آنها جنگجوهای قابل و شکارچیهای ماهری هستند و هیچ ابایی از کشتن یک اشغالگر ندارند. اونها با داستانهای مادربزرگهاشون در مورد جنگ نازیها بزرگ شدند. شماره 2 افغانستان که امپراتوری‌های بزرگ دنیا نتونستن اون رو اشغال کنند. امپراتوری‌هایی شامل ایالات متحده آمریکا، شوروی سابق، امپراتوری بریتانیا، مغول‌ها و ارتش اسکندر مقدونی. اولین دلیلی که باعث شده امپراتوری‌های بزرگ دنیا نتونن افغانستان رو تصرف کنن زمین آن است. این کشور دارای زمین‌های بزرگی است که توسط بلندترین قله‌های جهان احاطه شده. جنگجوها به راحتی میتونن در کوه‌ها پنهان شوند و از گزند حملات مهاجم در امان باشند که مانند یک زره در مقابل تانک‌ها و حملات عمل می‌کنند. کنترل جمعیت افغانستان اولین قدم در تسخیر افغانستان است که غیر ممکن به نظر می‌رسد. جمعیت این کشور از نژاد و قوم‌های مختلفی تشکیل شده که شامل هزاره، پشتون، ترکمن، بلوچ، ازبک و غیره می باشد و در نهایت باید از بریتانیایی‌ها بپرسید که شکست مردم افغانستان غیر ممکن است. از روس‌ها بپرسید که چرا قتل عام آنها هم جواب نمی دهد و تا به حال هم استراتژی ملت‌سازی آمریکا هم جواب نداده است. اگر تا اینجای ویدیو براتون جذاب بوده، در کانال اسرار کشورها عضو بشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید و ویدیو رو برای دوستاتون ارسال کنید. شماره 3 کشور چین. آیا ارتش شما ظرفیت جنگ با 1 میلیارد نفر را دارد؟ این کشور بیش از 1 میلیارد و 300 هزار نفر جمعیت دارد که پرجمعیت ترین کشور جهان است. هرچند که این 1 میلیارد نفر خودشان سلاحی برای جنگیدن ندارند، اما زمانی هم طول نخواهد کشید که دولت چین همه آنها را تجهیز کند تا سد محکمی در برابر متجاوزان بسازد. حتی اگر نیروهای خود را به نوار ساحلی چین هم برسانید، باز هم مشکلات شما حل نمی شود، زیرا این کشور به اندازه آمریکا بزرگ است و آب و هوا و ویژگی‌های جغرافیایی متنوعی دارد. بنابراین مهاجم‌ها باید برای گذشتن از بیابان گابی، جنگل‌های جنوب شرق آسیا و مناطق کوهستانی هیمالیا آماده باشند و اینکه چین استاد جنگ تکنولوژی است. 4 کشور هند. حتما می‌دانید که هند در یک جغرافیای نامتوازن قرار گرفته است. از سمت شمال شرق نمای کوهستانی هیمالیا وجود دارد و بیابان‌های خشک هم تقریباً نیمی از شمال غربی آن را فرا گرفته است
و در جنوب غرب این کشور آب و هوای مرطوب و گرمسیری دارد که همین مسئله حمله نیروهای مهاجم از طریق اقیانوس را محدود می‌کند. یکی از استراتژی‌های دریایی هند ارسال زیردریایی به آب‌های اطراف خود است که هم کشتی‌های جنگی دشمن و هم هواپیمای آنها را سرنگون کند. جنگ در هند موضوع کوچکی نیست. سالهاست این کشور تکنولوژی نظامی برتر می‌خرد تا با بروز مشکل از آن استفاده کند. لطفاً ویدیو را لایک کنید تا بریم سراغ ادامه دانستنی. شماره 5 ایالات متحده آمریکا. در آمریکا تعداد اسلحه‌هایی که وجود داره بیشتر از جمعیت اونه. هر اشغالگری فقط با ارتش آمریکا روبرو نیست، بلکه باید با تمام 330 میلیون آمریکایی بجنگد. آمریکایی‌ها در برخی از ایالت‌ها اجازه دارند تا سلاح‌های شخصی خودشون رو طراحی کنند و بسازند. حتی اگر بتوانید وارد شهرهای آن بشوید و کنترل غیر نظامی های اون رو به دست بگیرید، باید از قدرتمندترین ارتش اون بگذرید و بعد باید شهر را طوری اداره کنید که در برابر حملات مردم محلی در امان باشید و خود را از کشته شدن به دست گانگسترها حفظ کنید. و همچنین به وسعت آمریکا هم باید توجه کرد. در آمریکا کوههای بلند، باتلاق‌های فراوان، بیابان‌های داغ و زمین‌های مسطحی وجود دارد که هر یک به نوع خود میتونن پیشروی دشمن رو کند کنند. 3 شهر بزرگ و پرجمعیت دنیا در آمریکا وجود داره که در اون پر از گروه‌های افراطی و گانگستر هاست که این خودش یه معضله. به نظر شما آیا کشور دیگری هم هست که تسخیر اون غیر ممکن باشه؟ لطفاً نظرات و پیشنهادتون رو برامون کامنت کنید.